بیچاره بس دیگه عباد میگن گریه بس شب و روز خوراکشون شده گریه عباد من سلام علیکم سلام علیکم اینجا چه خبره؟ سرور قصهش مفصله من نمیتونم تلفنی به شما توضیح بدم شما تشریف بیارین بریم سر خاک من تو راه براتون توضیح میدم اصلا من نمیدونم واسه چی بابای من انقدر بی سر صدا خاکش کردن بابا یکی اینو آرومش کنه این بچه رو یکی آرومش کنه تو رو خدا آروم باشین خدا جون باشیرم با تیزم بسالیت خدا گریه نگو بفهمه بریم سر خاک چی خدا! روشن چی درسته بفهمیم سرور خانم بفهمیم سرور بیا